طلا بهتره یا بیمه عمر؟ یه مثال بزنم. شما فرض کن 10 سال پیش طلا می‌خریدی. بعد از گذشته 10 سال طلا گرون شده بود، شما میتونستی اونو با قیمت خوب بفروشی، یه پولی دستت بیاد و تمام دیگه کار دیگه نمیتونستی بکنی باش. ولی اگر همون 10 سال پیش بیمه عمر کرده بودی چی میشد؟ ارزش پولت حفظ میشد، سود مرکب به پولت میخورد، بعد از گذشته 10 سال بازنشسته میشدی، تا آخر عمرت حقوق بازنشستگی میگرفتی. البته میتونی این رو هم انتخاب بکنی که بعد از گذشته 10 سال پول رو به صورت یک جا با سودش بهت پرداخت بکنن. تو طول این 10 سال شما تحت پوشش بیمه قرار میگیرید. 3 تا از بیماری‌های خاص 3 تا 1.5 میلیارد تومان به هزینه درمان داده میشه. 46 تا از بیماری‌هات هم تحت پوشش بیمه قرار میگیره. اگر تو طول این 10 سال خدای نکرده برای شما اتفاقی میافتاد و از کار افتاده میشدید، باز هم تحت پوشش بیمه بودید و تا آخر عمرتون حقوق بازنشستگی میگرفتید. استرس بالا پایین شدن طلا رو هم نداشتید. تو بعضی از موقعیت‌های حساسی که گذشت و طلا خرید و فروش نمیشد هم بیمه داشت کار خودش رو میکرد. حالا تو انتخاب بکن، طلا بهتره یا بیمه؟